موضوع کانسپت شیک پوشی با جین نبود؟ بله. خرید ویلا با این اوکی، برای ویلا خریدن اوکی، ولی شیک پوشی با جین بود تا جایی که میدونم. این استایل کژواله. من یه سوال واقعا دارم، این که شیک پوشی با جین حتما باید کت باشه یا تاپ باشه، کراب باشه؟ من چون با این سرچ زدم که ببینم چه استایلی میتونم بزنم و اینکه چون فوکس روی شلوار بود، روی جین بودش، سعی کردم جینی رو انتخاب کنم که یه ذره شیک‌تر از جینای روشن تیر انتخاب کردم، روش فوکس کردم بابت این موضوع. بالا تنم میتونستم کت انتخاب کنم، ولی چون من انقدر کت پوشیدم جاش یه حالت این چرم رو انتخاب کردم. به نظر خودم هم اگر در بیارم شاید یه ذره اون شیک پوشی بیشتر نمونه کاپشنه مثلا با اون کفشه نشده، حالا شلوارت کمربندت با کفشت میتونست با یه آیتم بالاتنه دیگه باشه، ولی با اون کاپشن و با اون کیف و اینا با هم همخونی نداره. چه آیتمی مثلا فکر می‌کنین میتونستم جایگزین کنم؟ کت، یه تاپی، کراب تاپی، کتی، یه حالا دستمال گردنی، خیلی چیزای دیگه میتونستی جاش استفاده کنی به جای اون کت.